مقایسه باتری‌های ژل دیپ سایکل و لیتیوم در سیستم‌های خورشیدی. سلام به همه همراهان دوست داشتنی سولار دماوند. اگه شما هم به دنبال راه‌اندازی یک سیستم خورشیدی هستین یا تو حوزه برق و انرژی کار می‌کنین، امروز می‌خوام به زبون خیلی ساده باتری ژل و لیتیوم با هم مقایسه کنم و بگم چه فرقی با هم می‌کنن و کدوم باتری به درد سیستم شما می‌خوره. باتری‌های ژل دیپ سایکل از تکنولوژی سرب و اسید تشکیل شدن. قیمت مناسب‌تر اما عمر کمتر. چرخه عمرشون بین 800 تا 1000 دفعه شارژ و دشارژه و دیودی باتری‌های ژل دیپ سایکل بین 70 تا 80%. برای سیستم‌های ارزان‌تر و اقتصادی‌تر استفاده میشن. اما باتری‌های لیتیوم چرخه عمرشون بین 3000 تا 6000 سایکله. یعنی این باتری‌ها بین 8 تا 12 سال عمر میکنن. پس برای پروژه‌های بزرگتر میشه از باتری لیتیوم استفاده کرد با توجه به اینکه دیودی باتری‌های لیتیوم بین 90 تا 100%. و اینم بگم که باتری‌های لیتیوم فست شارژن. پس اگه سرمایه محدودی داری یا برای راه‌اندازی یک پروژه کوچیک‌تر نیاز باتری داری، میتونی باتری ژل استفاده کنی. اما اگر به دنبال یک عملکرد قوی‌تری و یک بازدهی بلند مدت‌تر، مطمئنا باتری لیتیوم انتخاب هوشمندانه تریه برات. حالا نوبت توئه. توی کامنت‌ها برام بنویس که از چه باتری استفاده کردی یا قراره استفاده بکنی. اگه این ویدیو برات مفید بوده، لایک و سابسکرایب یادت نره.